سلام دوستان، روزتون بخیر. اومدیم با یه ویدیو جدید. این ویدیو خیلی مهمه برای مخصوصا اونایی که پرنده میشن، پرنده جفت میشن، ولی خب موفق به جوجه کشی نمیشن. یعنی هر کار میکنن پرندهشون یا جفت نمیشه یا تخم نمیذاره، یا اگرم تخم میذاره تبدیل به جوجه نمیشه. ببینید دوستان، پرنده باید خیلی بهش رسیدگی بشه. مهمترین نکته تغذیه‌شه. تغذیه پرنده به شدت مهمه که توی ویدیو قبلی هم بهتون یه جا گفتم که جوانی گندم مثلا برای جفت خیلی خوبه. جفت باید مسی از خودش نشون بده، مثل غذایی مثل جوانی گندم، مثل کتان، مثل ذرت، سفیده، تخم مرغ. مثل اینجور چیزا هستن که پرنده رو تقویت میکنن و باعث جفتگیری پرنده میشن. حالا این آپدیت از اون جفتگیری باعث تقویت نطفه شون هم میشه که خیلی موثره، که در کنارش میتونین از نتروهای تقویت نطفه هم استفاده کنید که بهتون پیشنهاد میدم از جای معتبر تهیه کنید. حتما از جای معتبر تهیه کنید. و مسئله دوم مکان پرنده، خونه پرنده دونه، پرنده قفسشه. بچه قفس پرنده باید کاملا یک جای امن و آرومی باشه. یعنی پرنده باید در آرامش کامل باشه. جای پر سر صدا نباید پرنده رو بذارین، یا مثلا هی قفسشو از اینجا به اونجا از اینجا به اونجا نبرین. نه، مکان ثابت باشه. بعد قفستون سعی کنید روی زمین نذارید. پرنده هرچه بالاتر باشه، کنار دیوار با قفسشو بزنید، هرچه بالاتر باشه احساس امنیت بیشتری میکنه. و سعی کنید یه جایی باشه که خلوت‌تر بشه. نذارید پرنده رو داخل حال خونتون که مثلا همیشه مهمون رفت آمد داره. یه جایی بزنید توی اتاق ساکت باشه، توی حال خودش بزنید، همین زندگیشو بکنن، جفتگیریشو بکنن و بعد براتون آن تخم بذاره و بعدش جوجه. و تغذیه که بهتون گفتم، حالا توی ویدیوهای بعدی حتما براتون دوباره یه ویدیوی مفصل میذارم برای تغذیه برای جفت، از ویتامین ها گرفته تا انواع اقسام غذاها، و اینکه حتی موقعی که پرنده‌تون از تخم بیرون اومد، جوجه از تخم بیرون اومد، چه غذاهایی استفاده کنید که پرنده‌تون به قول خودمون یکم گوشتی تر بشه، یکم پربارتر باشه. خلاصه اینجوری دیگه به پرنده‌تون برسین. پرنده رو بنده خودم یاد میخره، یک جفت میذاره توی خونه، نه رسیدگی داره نه هیچی، فقط همون ارزنم به زور داره بهش میده. بعد توقع داره که جفتش هم بهش هر روز 3-4 تا جوجه هم بده. خب اینجوری نمیشه دوستان. باید قشنگ رسیدگی کنین. اونم مثل یک انسان دیگه، باید بهش رسیدگی بشه، باید باور داشته باشه، باید توان داشته باشه تا بتونه جفتگیری کنه و جوجه های درست و درمون بده، جوجه مریض نده. حتما به این نکته توجه کنید اگه میخوان جوجه سالم و زیاد. در ویدیوهای بعدی هم انشالله مواعظ دیگه شنام بهتون میگم تا بتونید که این پروسه رو پیش ببرین و داروی ما هم باشین. فعلا تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون.